اینجا سبوس برنج رو دارم و اینجا یک تعداد ظرف و مواردی که برای تجهیز سالن نیاز داریم. خب بعد از اینکه دون رو پر میکنن میام اینجوری ظرف غذا رو آویزون میکنن تا اینکه رو سطح زمین نباشه و درصد کثیف شدن و پرتی و خرابی کارمون بیاد پایین. معمولا یه دونه ظرف غذا میذارم، یه دونه آب. بستر کار رو سبوس برنج گذاشتیم برای نرم بودن و برای خشک بودن بستر و یک سری قلاب از سقف آویزون کردیم تا اینکه ظرف ها با زمین فاصله داشته باشن که کمتر پرتی دانه و کثیفی آب داشته باشیم. الان دیگه آماده جوجه ریختن هست و